مرکز اسناد و موزه های صنعت نفت تقدیم می کند. روایتی از تاریخ تحولات نفت ایران، بخش 5. در پاییز پرسوز شلمزار به سال 1905 خوانین بختیاری و نمایندگان سندیکا دست یکدیگر را به گرمی فشردند و چای چاله قلعه خانی رو به میمنت توافق حاصل سر کشیدند. پاییز پرسوز شلمزار اما مقدمه زمستانی استخوانسوز در روابط سه‌جانبه بختیاری‌ها، انگلیسی‌ها و قاجار بود. برخی بندهای قرارداد 1905 شلمزار گرچه تا 3 سال بعد محل اختلاف و مناقشه بختیاری‌ها و انگلیسی‌ها باقی ماند، اما برخی بندهای دیگر نیز بختیاری‌ها و انگلیسی‌ها رو در برابر حاکمان قاجاری در یک جبهه متحد ساخت. قاجار در 1905 ضعیف النفس‌ترین شاه خودش را بر تخت طاووس نشانده بود، اما در تبریز مستبدترین ولیعهد را آماده پادشاهی می کرد. قراردادی که بر بستر ضعف یک پادشاه بی‌رأی و اراده امضا می شد، نمی توانست ذیل حمایت پسر خودرأی آن پادشاه به سادگی اجرایی شود، مگر آنکه آن شاه پسر از تخت به زیر کشیده می شد. سلام و عرض ادب و احترام. این 5مین اپیزود از مجموعه پادکست تاریخ تحولات نفت ایرانه که تقدیم شما میشه و بنده عطاالله پورعوض، نویسنده این مجموعه، خوشحالم که از طریق این رسانه باز میزبان شما هستم و در این چند دقیقه امیدوارم به کمک همکارانم بتونیم اطلاعات صحیح و جالب مرتبط با موضوع رو در چارچوبی استاندارد و حرفه‌ای تقدیم شما کنیم. در این اپیزود هم به قاعده ماضی از حضور آقای دکتر فروزنده، پژوهشگر و نویسنده دانشمند و کاربلد این حوزه بهره‌مند خواهیم شد و توضیحات تکمیلی ایشون رو هم در وقت مقتضی خواهیم شنید. دیگر این که چنانچه متوجه شدید از امروز سرکار خانم آمنه کریمی هم به جمع ما اضافه شدند و ایشون بنده رو در کار روایت کمک خواهند کرد که خب حضور ایشون برای مجموعه ما باعث افتخار. سرکار خانم کریمی بفرمایید. بله، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای پورعوض و شنوندگان و همراهان این مجموعه پادکست. مشارکت در پیشبرد این پروژه برای بنده هم باعث افتخار هست و قدردانی میکنم از دعوت شما آقای پورعوض. امیدوارم بتونم در ارتقاء سطح کیفی کار کمکی به شما و مجموعه مرکز اسناد و موزه های صنعت نفت بکنم. در خدمت شما هستم. سپاسگزارم. قطعا همینطور خواهد بود. در قسمت قبل از ورود رینولدز به دامنه‌های زاگرس گفتیم و از ناکامی او در ماماتین. گفتیم که رینولدز در اولین قدم پس از ورود به خوزستان و مناطق موسوم به بختیاری به سراغ خوانین بختیاری رفت و با کمک پریس، سرکنسول بریتانیا در اصفهان، با عقد قراردادی به توافقی نسبی با اونها دست پیدا کرد. و بعد داستان رو با تمرکز بر عملیات تا اواخر سال 1907 و ناامیدی از ماماتین پیش بردیم. در این قسمت قصد داریم قدری از اردوگاه حفاران و دکل‌های حفاری اونها فاصله بگیریم و به شرح حواشی سیاسی پیرامون قرارداد 1905 بختیاری‌ها و سندیکا بپردازیم و از این رهگذر به وقایع سیاسی مهم در مقیاس ملی در حوالی سالهای 1905 تا 1907 و مشخصاً جنبش مشروطه خواهی ملت ایران بپردازیم. به خصوص در مورد نقش بختیاری‌ها در این جنبش و انگیزه‌های اونها و البته اگر این انگیزه‌ها ارتباطی با مسئله نفت داشته باشه بر موضوع مکث و تأمل بیشتر خواهیم داشت. من ضمن پژوهش و نگارش متن این اپیزود متوجه شدم که مسئله ارتباط بختیاری‌ها و نفت جنوب
اونقدر واجد جزئیات فراوانه که پرونده اون رو نمیشه در یک اپیزود بست و نتیجه گیری دقیق منطبق بر شواهد متعدد تاریخی حتی طی چندین اپیزود هم امکان پذیر نیست. اینها همه در کنار حساسیت‌های پیرامون این مقوله کار رو برای نگارش اون دشوار می‌کرد، به خصوص که ما اصرار داریم مطالب رو اونقدر که به اصل روایت لطمه‌ای وارد نشه و ملال‌انگیز نباشه نقل کنیم و تا حد امکان مطلب مهمی رو فروگذار نکنیم. این شد که طی این اپیزود که اپیزود 5 و اپیزود 7 ما تا سرحد امکان موضوع بختیاری‌ها و نفت و ارتباط اون با جنبش مشروطه و اقدام تاریخی بختیاری‌ها در فتح تهران و نقش انگلیسی‌ها در این میانه رو تشریح خواهیم کرد و خواهش می‌کنم قضاوت درباره روایت ما و موضوع بحث ما رو موکول کنید به زمانی بعد از شنیدن کامل هر دو اپیزود. قطعاً کار ما کاستی و نواقصی خواهد داشت و قطعاً نخواهد توانست نظر موافق همه مخاطبینش رو جلب کنه. ما مدعی قضاوت صحیح تاریخ، اون هم در موضوع پیچیده‌ای مثل موضوع پیشرو نیستیم، اما میتونیم به مخاطب این تعهد رو بدیم که منعکس کننده نظرات علمی و متقن مخالفین خود هم خواهیم بود و البته فراتر از همه اینها خود رو در پیشگاه وجدان خود پاسخگو میدونیم که در درجه اول متعهد به حقیقت و سپس وفادار به هویت ایرانی خود و ارزش‌ها و اصالت‌های منبعث از اون باشیم و خب اگر در این مسیر دچار لغزش شدیم و یا پایدار موندیم دیگه تحسین و نفرین خلق ارزشی نخواهد داشت. به نظرم مقدمه زیاده مفصل شد، بریم برای اصل روایت، با ما همراه باشید. داستان سه‌خطی قاجار، انگلیس و بختیاری داستانی نبود که با نفت شروع شده باشه. سابقه کنش‌ها، تنش‌ها و سازش‌های این سه قطب قدرت در ایران رو میشه از قائله هرات پی گرفت. ماجرایی که یک سمت آن محمد شاه قاجار بود و سمت دیگرش انگلیسی‌ها و در این میانه محمد تقی خان کیان ارسی ایستاده بود و دم دستش هنری لایارد انگلیسی. پس از آن ماجرا، روابط و مناسبات منبعث از این سه قطب قدرت طی دهه‌های منتج به قرن 20 بارها متلاطم شد. آنچه که در قضیه نفت در ارتباط با بختیاری‌ها رخ داد هم در راستای این تلاطمات بود. بگذارید یکی از آخرین مناقشات که قبل از قضیه نفت اتفاق افتاد رو روایت کنیم که بی ارتباط با موضوع نفت هم نیست. حسین قلی خان، امام قلی خان و رضا قلی خان سه برادر بودند. فرزندان جعفر قلی خان دورکی و بزرگان سه خاندان بزرگ در ایل بختیاری در نیمه دوم قرن 19. اولاد حسین قلی خاندان ایلخانی، اولاد امام قلی خاندان حاجی ایلخانی و اولاد رضا قلی خاندان ایلبیگی رو تشکیل می‌دادند. از همان اواسط قرن 19 شاهان قاجار صلاح دیدند برای اینکه بهتر بتونند بر ایلات و اقوام مختلف تسلط داشته باشند، سیاست تفرقه افکنی میان طوایف رو کنار بگذارند و از ایجاد اتحادیه ایلات حمایت کنند. لذا مشخصاً در قوم بختیاری دو منصب در بالاترین سطح تعریف کردند و همه طوایف مختلف بختیاری رو به پیروی و اتحاد تحت فرمان اون دو منصب دعوت می کردند. ایلخان بالاترین مقام سیاسی و اداری در جامعه بختیاری شد و پس از او و به عنوان معاون او ایلبیگ قرار گرفت. حسین قلی خان برادر بزرگتر و بزرگ خاندان ایلخانی متعاقب دستگیری محمد تقی خان کیان ارسی و وفات او در زندان توسط ناصرالدین شاه به عنوان اولین ایلخان رسمی بختیاری انتخاب شد. برادرش
امام قلی خان بزرگ خاندان حاجی ایلخانی هم به عنوان ایلبیگی انتخاب شد. تمام طوایف مختلف بختیاری اعم از 4 لنگ و 7 لنگ تحت فرمان حسین قلی خان با هم متحد شدند. این جزو معدود بازه‌های تاریخی بود که هم رؤیای دیرینه عشایر برای اتحاد و پایان درگیری‌ها و جنگ‌های طایفه‌ای محقق شده بود و هم قاجارها به مقصود خود برای کنترل و مدیریت عشایر رسیده بودند. اوضاع امن و آرام زمان ناصرالدین شاه و وجود شخصیت قدرتمندی همچون ظل‌السلطان در اصفهان ثبات و قراری در منطقه برقرار کرده بود و حسین قلی خان بدون دغدغه بر ایل حکمرانی می‌کرد و در عین حال با حکومت همکاری داشت. اما سیر حوادث اوضاع رو از حالت تعادل خارج کرد. پس از سالها وقتی ایلخان بختیاری در صدد انعقاد قراردادی تجاری با جورج مکنزی نماینده کمپانی گریویل برای ایجاد یک جاده آبی خاکی میان خوزستان و اصفهان برای تسهیل و بسط تبادلات تجاری برآمد، ثبات روابط میان بختیاری‌ها و انگلیسی‌ها و قاجار به تنش کشیده شد. قاجار ارتباط بیش از حد طوایف با انگلیسی‌ها را خط قرمز خود می‌دانستند، به خصوص که انگلیسی‌ها ید طولایی در تحریک طوایف، مسلح کردن آنها و استفاده از آنها برای مقاصد خود و اعمال فشار بر حکومت مرکزی داشتند. در کنار مشارکت تجاری خان، گزارشاتی هم به ناصرالدین شاه رسیده بود که خان بختیاری در پشت پرده تعداد زیادی تفنگ و فشنگ مارتین از انگلیسی‌ها خریداری کرده. این شد که ظل‌السلطان پسر ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان خان بختیاری را برای ساندیدن از رژه قشون به اصفهان دعوت کرد و پس از مراسم در منزلش با نوشیدنی مرگبار قجری یعنی قهوه زهرآلود قجری مسموم و حذف کرد. ظل‌السلطان 2 پسر خان را در سیاهچال امارتش محبوس کرد. این 2 پسر یکی اسفندیار خان بود که سالها بعد آخرین ایلخان مقتدر بختیاری شد و دیگری جوانی علی قلی نام بود که علی‌رغم سن کم و قد کوتاهش ولی فرز و چابک بود و زیرک و صاحب فراست. علی قلی سالها بعد سردار اسعد بختیاری لقب می‌گیرد. سلام آقای فروزنده عزیز، وقتتون بخیر. ممنون که باز با ما هستید. سلام بر شما آقای پورعوض عزیز که خیلی زحمت میکشید و همچنین سرکار خانم کریمی که از این اپیزود همکاریشون رو شروع کردن. درود بر شما. زنده باشید آقا. ما توضیحات شما رو راجع به حسین قلی خان بختیاری یا همون حسین قلی خان ایلخانی و فراز و فرود او بر منصب ایلخانیگری بختیاری در نیمه دوم قرن 19 رو میشنویم. درباره حسین قلی خان بختیاری، بزرگترین ایلخانی که توانست سازمان اجتماعی، سازمان اقتصادی بختیاری رو در نیمه دوم قرن 19 البته در زمینه و بستری که ناصرالدین شاه تهیه کرده بود و ظل‌السلطان حاکم اصفهان فرزند ناصرالدین شاه تأمین کرده بود رشد پیدا بکنه، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ اراضی و هم به لحاظ مقدار سوار نظام و هم امتیازهای کوچکی که در جاهای مختلف می گرفت، از رودخانه و دشت و جاهایی که مراتع خوبی داشت رو بهش میدادن که بتونه قدرت بهتری پیدا کنه. اما این پدیده رادیکال نتیجتاً باقی نماند و در 1882 به قتل رسید به دست کی؟
به دست ظل‌السلطان مسعود میرزا فرزند ناصرالدین شاه حاکم اصفهان، همون کسی که قبلا تاییدش کرده بود. چرا؟ خود قاتل داره میگه در تاریخ مسعودی، یعنی این آقای ظل‌السلطان که خودش به قتل رسونده و فرمان پدرش یعنی ناصرالدین شاه رو اجرا کرده، میگه که به دلیل مشوب شدن ذهن پادشاه پدر تاجدارم، خیلی صراحتاً میگه پدر تاجدارم، و اتفاقاً اسناد دیگه هم میگن که خود ظل‌السلطان حاکم اصفهان جزء کسانی بوده که علی حسین قلی خان در اوجی که داره میگیره، در فرازی که داره میگیره، به خود پادشاه هم گزارش میده. اما ظل‌السلطان حاکم اصفهان میگه اصلی ترین مسئله دعوای بین فرهاد میرزا معتمدالدوله حاکم فارس با حسین قلی خانه. البته بقیه بازیگران مثل حکام محلی و رؤسای عشایری که در پایین دست بختیاری هم هستن، از فراز گرفتن و اوج گرفتن چنین پدیده‌ای همه در ترس هستن. این فضا بوده که قتل رو موجب شده. حالا ببینیم یه مورد رو من از کتاب تاریخ مسعودی میخوانم براتون. تاریخ مسعودی نوشته ظل‌السلطان همان قاتل حسین قلی خان بختیاری است. مثلا کاغذی که حسین قلی خان به فرهاد میرزا نوشته بود: 5000 سوار میفرستم، چنین و چنان میکنم. فرهاد میرزا معتمدالدوله همین کاغذ را یک کتاب شرحی برای پادشاه نوشته، یعنی پدر تاجدارم فرستاده بود که جد ما محمد حسن خان قاجار با 30 سوار خروج کرد. تو از شخصی که 5000 سوار دارد نمی ترسی؟ در واقع داره میگه که این خطری که حسین قلی خان به وجود آورد به خاطر این جسارت و توسعه اراضی و سازمان سیاسی اجتماعی بختیاری ها موجب مشوب شدن ذهن پادشاه شده. و در ادامه میگه که خود آقای قاتل یعنی ظل‌السلطان اعتراف و اظهار پشیمانی مینویسه: خدا لعنت کند حاجی معتمدالدوله فرهاد میرزا حاکم فارس را و همراهان او را که مرا روسیاه ازل و ابد کردند. خدا میداند 1000 مرتبه به مرگ خودم راضی شدم و هستم که چرا این بدنامی را من باعث شدم. بلی، پرونده سازان، سعایت کنندگان، وقتی که یک پدیده، یک شخصیت، یک قهرمان داره به بالا میره و همه علیش هستن میخوان بیارنش پایین، فکرشو نمی کنن که وقتی میارنش پایین میکشنش و یا هزاران بدبختی سرش میارن، بعد از مدتی متوجه میشن و متوجه اشتباهاتشون میشن و در پیشگاه تاریخ اعتراف میکنن. من در بخش بعدی میخوام به بینش سیاسی رهبران بختیاری بپردازم. بسیاری، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر فروزنده و با اجازه ایشون روایت رو ادامه خواهیم داد. این یک نمونه از مشوب شدن روابط بختیاری ها و قاجار با نقش آفرینی غیر مستقیم یا شاید مستقیم انگلیسی ها بود. تاریخ میگوید شاهان قاجار به هر توافق خوانین و انگلیسی ها مشکوک و بدبین بودند. آنجا که شاه از اقتدار لازم برخوردار بود، جلوی آن می ایستاد و خان را تنبیه می کرد و آنجا که ناتوان بود با آن کنار می آمد. اما واقعیت آن است که برخلاف نگرش شاهان قاجار و بسیاری مورخین معاصر، توافقات بختیاری ها و انگلیسی ها را نمیتوان به سرسپردگی بختیاری ها به انگلستان ربط داد. اشتباه تحلیلی که بسیاری مورخین در روایت روابط بختیاری ها و انگلیسی ها مرتکب میشوند از این نوع است که شراکت با کمپانی را به سرسپردگی به دولت بریتانیا تعبیر کردند. هر توافق خوانین با انگلیسی ها اگرچه سوء ظن قاجارها را برانگیخته و مناقشات داخلی رو دامن زده، اما چندان در ایجاد تفاهم و خط مشی واحد میان بختیاری ها و انگلیسی ها موفق نبوده.
مجادلات بختیاری ها و کمپانی گاه پس از عقد یک قرارداد تا مرز درگیری مسلحانه نیز کشیده می شد. مسئله نفت و قول و قرار بختیاری ها با کمپانی نیز از این جمله بود. اولین بار رینولدز در حوالی شوشتر با ایلخان و ایلبیگ بختیاری در مورد امتیاز نفت گفتگو کرد. به سال 1904. آن سال اسفندیارخان ایلخان بختیاری بود، همان پسر ارشد حسین قلی خان که پس از قتل پدر توسط ظلالسلطان 7 سال محبوس ماند تا نهایتاً مورد عفو ناصرالدین شاه قرار گرفت. این خانزاده که به نوعی بزرگ خاندان ایلخانی هم بود، پس از عزل ظلالسلطان و بعد از کش و قوس‌های فراوان و خدمتی که در یک فقره برقراری نظم و امنیت در خوزستان کرد، توانست دوباره اعتماد قاجارها رو کسب و حکم ایلخانی بختیاری رو دریافت کند. در آن سال ایلبیگ بختیاری پسر عموی اسفندیارخان یعنی محمد حسین خان سپهدار از خاندان حاجی ایلخانی بود. رینولدز در جلسه با دخان بختیاری از امتیازنامه دارسی گفت و از قصد خود برای کشف نفت در منطقه بختیاری و پیشنهاد کرد که در صورت همکاری دولت انگلستان به شما پاداش خوبی خواهد داد. اسفندیارخان بلافاصله جواب داده بود: ما مستخدم شما نیستیم که به ما پاداش بدهید، اما می توانیم شریک باشیم. اگر 110 از منافع استخراج نفت را به ما بدهید کمک خواهیم کرد و امنیت شما را هم فراهم می کنیم. بر اساس این پیشنهاد ایلبیگی یعنی همان محمد حسین خان سپهدار پیشنویس قراردادی رو تنظیم و به رینولدز ارائه داد. رینولدز مسئله رو با آرتور هاردینگ وزیر مختار بریتانیا در تهران در میان گذاشت. آنها می دانستند که 110 از منافع شرکت خواسته زیادی است. او نامه‌ای به علاءالسلطنه وزیر خارجه وقت ایران نوشت و خواسته های خوانین رو با او در میان گذاشت و نوشت: به نظر می آید لازم است به رؤسای بختیاری بفهمانید که اگرچه سطح زمین مال ایشان است، ولی آنچه در زیر زمین است مال اعلیحضرت شاهنشاه است و داخل امتیازنامه است که اعلیحضرت شاه ایران به مستر دارسی مرحمت فرمودند. تکلیف آنها این است که به مستر دارسی از برای اجرای عمل پیدا کردن نفت همه قسم حمایت و رعایت را مرعا دارند و قطع طمع از خیر شراکت نمایند. سهم‌خواهی سهمگین خوانین همه رو متحیر گذاشته بود. هاردینگ گفته بود اگر اینطور بشود حقی که باید صاحب امتیاز بدهد در عوض 116 126 خواهد بود. مکاتبات متعدد صورت گرفت. عین‌الدوله صدر اعظم و کمیسر نفت که پسر کتابچی خان بود نامه‌هایی به خوانین ارسال کردند که این چه تفصیلی است و این مطالبه و قرارداد به چه قاعده و ترتیب است و در کدام اراضی این حرف است، در اراضی دولت یا اراضی شخصی خوانین؟ در گیرودار این مذاکرات و مکاتبات دو خان بختیاری ناگهان به فاصله 2 ماه از یکدیگر فوت می کنند. وفات مشکوک و رمزآلود محمد حسین خان سپهدار را ابوالفتح اوژن بختیاری مورخ ایل بختیاری با جزئیات تشریح کرده است. او در آخر توضیحاتش میگوید بعید هم نیست که محمد حسین خان سپهدار اولین قربانی نفت در ایران شده باشد. با فوت 2 خان بختیاری باز 2 پسرعمو از خاندان ایلخانی و حاجی ایلخانی به ترتیب ایلخان و ایلبیگ بختیاری شدند. نجف قلی خان برادر اسفندیار خان مرحوم بعدها به سمسام السلطنه معروف شد. او ایلخان جدید بختیاری بود.
غلام حسین خان شهاب السلطنه که بزرگترین فرد از خاندان حاجی ایلخانی بود هم ایلبیگ بختیاری شد. او هم بعدها به سردار محتشم ملقب شد. در پاییز 1905 ایلخان و ایلبیگ بختیاری به همراه 2 برادرشان در قلعه شخصی یکی از خوانین در شلمزار، میزبان سر پریس، سرکنسول بریتانیا در اصفهان و رینولدز رئیس عملیات سندیکای امتیازات در ایران بودند. یکی از خوانین حاضر در مذاکره سردار اسعد بختیاری برادر کوچکتر ایلخان بود. سردار اسعد گرچه کوچکتر از برادر ایلخانی و پسر عموی ایلبیگیش بود، اما بنا به تحصیلاتش، رفت و آمدش به تهران، رفاقتش با چهره‌های سیاسی و صاحب نفوذ، سفرهای فرنگ و مشی روشنفکریش، شخصیتی مسلط‌تر از سایرین در مذاکره با انگلیسی‌ها از خود بروز داد. سمسام السلطنه و شهاب السلطنه گرچه به سن و سال و جایگاه ایلیاتی مافوق سردار اسعد به حساب می آمدند، اما آنها هیچ وقت از سطح یک ایلخانی فراتر نرفته بودند و کارگزار مأموریت سنتی یک رئیس ایل بودند. در حالی که سردار اسعد دنیا دیده، آشنا به مقتضیات عصر جدید و واجد خصوصیات یک انتلکتوئل ابتدای قرن 20 بود. میگویند سردار اسعد همان اول کار ایلخان و ایلبیگ را به خاطر دریافت یک قبضه تفنگ و یک عدد ساعت از انگلیسی ها مورد شماتت قرار داده بود. مذاکرات شلمزار پیچیدگی‌های خودش رو داشت. خوانین در این مذاکرات دارای اختیارات کامل بودند، ولی پریس و رینولدز از طرف سندیکا مأمور بودند تا نتیجه نهایی رو قبل از امضا به اطلاع لندن برسانند. همین هم شد که یک بار توافق بر سر 5% سود سهام و برخی جزئیات دیگر حاصل شد و نتیجه به وسیله تلگراف به لندن مخابره شد، اما هیئت مدیره سندیکا زیر بار تعهدات نرفت. این چانه‌زنی سندیکا به مذاق خوانین و به خصوص سردار اسعد خوش نیامده بود. سردار اسعد خوانین رو از امضای امتیاز برحذر داشت و محل مذاکرات رو ترک کرد و به قلعه شخصیش در جونقان رفت. رینولدز هم به اصفهان رفته بود که در برگشت متوجه شد پریس و خوانین به توافقات تازه‌ای که نزدیک به خواسته های هیئت مدیره نیز می باشد دست یافتند. پریس توانسته بود خوانین رو برای پذیرش 3% از سهام شرکت‌های فعال در منطقه بختیاری همدل کند. حالا زمان نوشتن توافق نهایی فرا رسیده بود. قرارداد نهایی در 6 بند نوشته و به امضای پریس به نمایندگی از سندیکای امتیازات و خوانین بختیاری رسید. مطابق با مفاد قرارداد، سندیکا برای احداث تأسیسات، حفر چاه‌ها، احداث جاده‌ها و خطوط لوله اجازه استفاده از کلیه اراضی غیر مزروعی در سرزمین بختیاری رو به صورت رایگان خواهد داشت. اما در مورد اراضی زراعی شامل کشت دیم و آبی میبایست به قیمت مناسب و عادلانه خریداری میشد. خوانین موظف به حراست و حفظ امنیت پرسنل و تأسیسات سندیکا در خاک بختیاری بودند و به ازای آن سالانه 2000 لیره دریافت می‌کردند. این مبلغ با کشف نفت و جریان آن در خطوط لوله به 3000 لیره افزایش می‌یافت. مقرر گردید از هر واحد کمپانی نفت که در سرزمین بختیاری تشکیل شود، از هر 100 سهم شراکت عمومی متداول 3 سهم به خوانین اختصاص یابد. این کلیدی ترین و مهمترین و بعدها مبهمترین قرار مندرج در قرارداد 1905 بود. این بند از قرارداد محدوده شراکت بختیاری ها رو به تمام شرکت های مختلف مرتبط با نفت سرزمین بختیاری بست میداد. این شرکت ها می توانستند در زمینه های مختلف اعم از حفاری، اکتشاف، انتقال، خدمات فنی و رفاهی باشند.
قرارداد 1905 واجد جزئیات دیگری هم بود که ذکر آنها اینجا چندان لازم به نظر نمی رسد. در اپیزود قبل آقای فروزنده توضیحات کامل و جامعی در مورد روح حاکم بر قرارداد 1905 و نظامات اقتصادی قوانین بختیاری ارائه دادند. ما حالا و اینجا چون مرتبط با موضوع اصلی این اپیزود هست بخشی از اظهارات ایشون رو جهت یادآوری قرار دادیم و با هم میشنویم. اما در 1905 یه تفاهم نامه‌ای صورت میگیره که اگر مفادش رو نگاه بکنید درست 1 ماه 2 ماه بعد در ژانویه 1906 از طرف دولت ایران رد میشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه با روح مفاد امتیاز دارسی منافات داشته. قوانین بختیاری میتوانستن اجاره یا زمینشون رو در اختیار بگیرن، پولی بگیرن، چون در قانون در قرارداد دارسی آمده که شرکت بایستی برای خط لوله جایی که میخواد حفاری کنه میتونه از اونایی که صاحب زمین هستن یه اجاره بهایی بپردازه، یه چیزی بهشون بپردازه، سهم زمین رو بهشون بپردازه نقدن. اما این که در تأسیسات و یا در خود نفت شراکت داشته باشن این منافات داره با امتیاز دارسی. انگلیسی ها قرارداد 1905 رو به مثابه یک پیروزی برای خودشون میدونستن. بعد از امتیازنامه دارسی این دومین قرارداد مهم سندیکا با ایرانیان به حساب می اومد. آن اولی توافقی با حاکمان ایران بود و این دومی توافقی با مالکان اراضی بختیاری یا شما بگویید حاکمان سرزمین بختیاری. این تفاوت مالکان و حاکمان آن چیزی است که می توانست حکومت مرکزی رو مؤید یا مخالف قرار و مدارهای 1905 شلمزار قرار بدهد. به هر حال انگلیسی ها توافق رو برای خود یک توفیق می دیدند. آنها که قبلتر تأکید داشتند که بختیاری ها سهمی از نفت زیر زمین ندارند و تنها می توانند زمین های زراعیشان را اجاره بدهند یا بفروشند، حالا پشت توافقی که بدون جلب نظر حکومت مرکزی میان یک شرکت خارجی و یک قدرت محلی امضا شده بود تمام قد ایستادند. توافقی که 3% نفت زیر زمین رو متعلق به بختیاری میدونست. پریس مذاکره کننده اصلی در شلمزار گفته بود: صراحتاً بایستی بگویم که بسیار متعجب شدم که چنین معامله سودآوری رو با قوانین انجام دادم. وقتی آنها رقمی حدود 12, 16 و 20% از سود سهام رو پیشنهاد می‌کردند، 3% نمی‌تواند رقم قابل ملاحظه‌ای باشد. بله، تنها 3%. اما قرارداد شلمزار در زمان حکومت هر پادشاه مقتدری می توانست سر هر 4 خان امضا کننده را برباد دهد. آیا اگر ناصرالدین شاه بر سر کار بود و ظلالسلطان در اصفهان حکمرانی می کرد، باز هم قوانین بدون چراغ سبز حاکمیت می توانستند این اندازه به انگلیسی ها نزدیک شوند؟ آیا اصلاً انگلیسی ها در صورت وجود یک قدرت فراگیر و گسترده در خاک ایران برای حفظ امنیت سرمایه خود با قدرت‌های محلی سر میز مذاکره می نشستند؟ پاسخ این سوالها را سردار اسعد که خود زخم خورده قاجار بود و پدرش به خاطر نزدیکی به انگلیسی ها قهوه قجری نوشیده بود بهتر از همه می دانست. اما همو میدانست که نه امتیاز نفت امتیاز جاده شوشتر اصفهان است و نه مظفرالدین شاه ناصرالدین شاه. خلأ قدرت ناشی از ضعف‌های پادشاه وقت یعنی مظفرالدین شاه میدان را برای جولان طوایف باز گذاشته بود. دولت ایران البته هیچ وقت زیر بار پذیرش و ثبت قرارداد بختیاری‌ها و دارسی نرفت، گرچه هیچ اقدام محکم عملی برای قطع این همکاری نکرد.
این استخوان تا سالها بعد لای زخم ماند، تا ظهور استبداد رضاخانی. بعدتر خواهیم گفت که چگونه فرزند همین سردار اسعد در آخرین نامه‌اش به رضا شاه از زندان قصر سهمی از یک قطره نفت را هم گردن نمیگیرد. همان شرنگی که با قهوه قجری در کام پدر سردار اسعد ریخته شد، سالها بعد در محبس پهلوی در رگ پسر سردار اسعد تزریق شد. گرچه قبلتر رینولدز میگفت خوانین میبایست قطع طمع از خیر شراکت بکنند، اما حالا که آنها موفق شدند قرارداد شیرینی با خوانین امضا کنند، نوع استدلالها تغییر میکند. سفارت بریتانیا در تهران در برابر اعتراضات دولت ایران پای قرارداد میماند و آن را مرتبط با فصل 3 امتیاز میداند. مستشار سفارت انگلیس در نامه‌ای به وزارت خارجه تاکید می‌کند که بر مبنای این فصل کمپانی حق دارد هر قراردادی که لازم بداند با اشخاص متفرقه ببندد و این عقیده کمپانی نفت صحیح است. دولت ایران و شخص وزیر خارجه اما استدلال می‌کرد که فصل 3 امتیازنامچه فقط راجع به اجاره یا خرید اراضی است که صاحب امتیاز می‌تواند با صاحبان اراضی قراری بدهد. و الا قرارداد اولیه اکثر غالب حقوق آن راجع به حقوق دولت است و صاحبان اراضی نمی توانند بدون اطلاع و تصویب دولت علیه با احدی قرار ببندند و این قرارداد را که کمپانی خواسته است با خوانین ببندد به هیچ وجه دولت علیه نمی تواند تقبل نماید. هاردینگ دقیق حد زده بود. او در گزارش خود به لندن اصل مخالفت دولت ایران رو ناشی از حساسیت اون دولت نسبت به روابط نزدیک خوانین و بریتانیا میدونست. هاردینگ پیشنهاد داده بود عباراتی در قرارداد گنجانده شود که تضمین کننده تبعیت کامل خوانین بختیاری از شاه باشه. ضمن اینکه لازم بود بعضی عبارات که به تعبیر صدر اعظم موجب کسر شأن سلطنت شده بود نیز حذف گردد. البته هیچ وقت این تغییرات اتفاق نیفتاد و او هم در گزارشش با دهنکجی به تمام مکاتبات و مذاکرات نوشته بود نیازی به ثبت و به رسمیت شناساندن قرارداد توسط دولت ایران نداریم، گرچه اگر این اتفاق میافتاد بهتر بود. در میانه نقنوق‌های بی تأثیر دولت ایران و مشخصاً صدر اعظم و وزیر خارجه وقت در مورد قرارداد شلمزار، صدای اعتراض ویژه‌ای نیز از تبریز بلند شد که نمیتوان آن را نشنید. این صدا متعلق به محمد علی میرزا ولیعهد فعلی و پادشاه مستبد آینده ایران بود. محمد علی میرزای ولیعهد که مطابق آداب قدیم قاجارها در تبریز ایام می‌گذروند، نگران اقتداری بود که میدید در نتیجه ضعف‌های پدرش در تهران روز به روز بر باد می‌رود. او می‌دانست نیروهای گریز از مرکز در نتیجه ناتوانی‌های شاه ضعیف النفس است که این چنین جولان می‌دهند و اقتدار قاجار را به هیچ می‌گیرند. آن روزها روزهای اوجگیری جنبش مشروطه خواهی ایران بود و شاهزاده نگران تضعیف نهاد سلطنت. شاید دنباله همین نگرانی بود که باعث شد او هم به نحوی اعتراضش رو به قرارداد بختیاری ها با انگلیسی ها اعلام کند. او البته مستقیما به قرارداد حمله نکرد، بلکه به تاکتیک قدیمی قاجار در مقابل بختیاری ها متوسل شد و سعی کرد اختلافات قدیمی میان خوانین را زنده کند. لذا پای یکی از خوانین بختیاری رو وسط کشید. لطفعلی خان شجاع السلطان که بعدتر لقب امیر مفخم نیز گرفت، پسر امام قلی خان، برادر ایلبیگ و پسر عموی ایلخان بختیاری بود. او در آن مقطع فرمانده گارد محافظت از ولیعهد در تبریز بود.
امیر مفخم تا سالها بعد وفادار به محمد علی میرزا باقی ماند. حتی در تمام مدت استبداد صغیر او یکی از خواص نزدیکان محمد علی شاه بود. محمد علی میرزا به مشیرالدوله وزیر خارجه نوشته بود: در ملک زرخرید متصرفی لطفعلی خان شجاع السلطان که معروف به ماماتین است چشمه مستعد به دست آوردند. در این صورت سایر خوانین در ملک مشارون الیه حق دخالت ندارند و خود مشارون الیه هم از عهده حفظ اجزا و عملیات و آلات کار به تنهایی برمی آید. دیگر سایر خوانین حرف حسابی و شرعی و درستی در این ماده ندارند. در مخالفت شجاع السلطان یا همان امیر مفخم با این قرارداد چیزی فراتر از منافع نفتی جلوه می کند. این را همان موقع ادوارد کتابچی، پسر ژنرال کتابچی مرحوم، فهمیده بود. او بعد از اشاره به سابقه چندین ساله ارتباطات امیر مفخم و محمد علی میرزا نوشته بود: آیا در مخالفت فعلی شجاع السلطان با قرارداد خوانین و دارسی چیز نهانی وجود ندارد که میبایست خنثی شود؟ مسلماً ادوارد کتابچی و بعدتر سرپریز عمق قضیه را درک کرده بودند. حق و حقوق شجاع السلطان رویه داستان بود. مخالفت شخص محمد علی میرزا با قرارداد مذکور اصل داستان بود که از نگرانی‌های آن روزهای او نشأت می‌گرفت. نگرانی‌های او از ارتباطات در حال گسترش خوانین با انگلیسی‌ها، دور زدن امتیازنامه رسمی حکومتی و کاهش اقتدار نهاد سلطنت. در آینده میگوییم که بعدتر وقتی در روزهای آخر استبداد صغیر شجاع السلطان یا همان امیر مفخم برای سرکوب مجاهدین بختیاری به سرکردگی پسرعمویش سردار اسعد سوگند وفاداری به محمد علی شاه خورد، جبهه‌گیری‌های قدیمی واضح‌تر و شفاف‌تر رخ نمود. سه ماه پس از این نامه‌نگاری‌ها و در نتیجه خیزش عمومی ملت ایران بر علیه نظام استبداد سنتی قاجار، در تاریخ 6 آگوست 1906 فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار امضا شد. هر تغییر در ساختار قدرت مرکزی می توانست سرنوشت بختیاری‌ها و سایر طوایف را در آینده تغییر دهد. اما سوال اینجاست: آیا خوانین به عواقب تغییر در معادلات قدرت مرکزی می اندیشیدند؟ قرارداد 1905 یکی و تنها یکی از ده‌ها موردی بود که می توانست تحت تأثیر تغییر ساختار در پایتخت اجرا و یا معلق شود. اساس آن قرارداد اگرچه در مغایرت با متن امتیازنامه دارسی بود، اما در ادامه سنت ملوک الطوایفی به حساب می اومد. آیا ساختار مشروطه مدرن با سنت ملوک الطوایفی همخوانی خواهد داشت؟ نقش انگلیسی‌ها در این تغییرات چیست؟ چرا خوانین در شلمزار ناگهان از ادعای 20% خود به 3% عقب نشینی کردند؟ آیا آنها با چشم‌پوشی از مزایای اقتصادی بیشتر به حمایت و دوستی با انگلیسی‌ها در دوران پرآشوب آن روزها چشم داشتند؟ آیا انگلیسی‌ها جهت مقابله با نفوذ روس‌ها در دربار محمد علی شاه قاجار به یارگیری از طوایف می‌اندیشیدند؟ دلیل آن همه اختلاف نظر در سالهای بعد از 1905 که منجر به درگیری خوانین با عوامل سندیکا در منطقه می‌شود چیست؟ چرا بختیاری‌ها هیچگاه امنیت انگلیسی‌ها را در منطقه تضمین نکردند، طوری که آنها برای تأمین امنیت خود مجبور به اعزام هنگ سربازان هندی شدند؟ با آن حجم از مناقشات که تا مرز درگیری‌های مسلحانه نیز پیش می‌رود، آیا می‌توان نظریه سرسپردگی خوانین به انگلیسی‌ها را پذیرفت؟ آیا اصلاً نفت و کلاً منافع بختیاری‌ها ربطی به مشروطه داشت؟ آیا منافع نفتی بختیاری‌ها می توانست منشأ کنشگری آنها در قضیه مشروطه باشد؟ آیا شخصیتی همچون سردار اسعد
با آن همه سوابق روشنفکرانه، آن همه اقدامات ارزشمند فرهنگی و دلبستگی به ارزش‌های مشروطه به منافع اقتصادی از قبل نفت نیز می‌اندیشید؟ در آینده به این سوالات بیشتر خواهیم پرداخت. آیه پورعوض، من در این بخش میخوام به بینش سیاسی رهبران بختیاری اشاره کنم. از این بابت وقتی جوامع محلی رو مطالعه میکنیم باید ببینیم که بینش سیاسی، فرهنگ سیاسی در بین رهبران، لایه‌های مختلف و اعضای این جوامع محلی چگونه است. برای این منظور برای سالهای 1881 و 1882 میشه به کتاب ادوارد استک رجوع کرد، کارمند سیاسی حکومت بریتانیای هند که 6 ماه در ایران بود و کتابی نوشت از خاطراتش به نام 6 ماه در ایران یا پرشیا، 6 months in Persia، که اخیراً هم ترجمه شده، قبلا هم ترجمه شده بود. از این بابت با اهمیت داره که کتاب در 1882 چاپ شده در لندن، انتشارات گیلبرت، و گفتگویی داره با ایلخانی و ایلبگی و یه تصویری به ما میده که این تصویر خوبه بدونیم که آیا این رهبران نسبت به جامعه پیرامونی خودشون تو پیرامون مرکز هستن، ولی نسبت به مرکز و پیرامونی خودشون و جهان چجوری فکر میکردن. میگه که ایلخانی نسبت به ایلخان، یعنی حسین قلی خان که کشته میشه، نظرش نسبت به بریتانیا بد نبود، ولی ایلبگی احساس میکنه که کمی فاصله داره و چیز داره، منفیه. میگه من رفتم در سرزمین بختیاری، جایی که برف و خیلی سرد و چشمه و مرتع و یک ساختمان با شکوه دارن و گفتگوهایی داشتم با ایلبگی. ایلبگی بحث‌های سیاسی با من میکرد. از قضا میخواست ببینه که آیا جنگ بین یونان و ترکیه یا عثمانی، امپراتوری عثمانی آغاز شده یا نه، که نشون میده خب علاقه داره ببینه چه خبره اونجا. و بعد میگه که درباره افغانستان شما اون رو ضمیمه خودتون کردید که از هند دفاع بکنید، ولی خب ایشون اعتقاد داره ادوارد استک که این اتفاق نیفتاده و افغانستان مستقله. و همچنین میگه که انگلیسی ها همه رو به تمسخر میگیرن با پول و با کمی چجوری بگم فریبکاری یا خوده یا یه چیزی با سیاست کشورها رو تسخیر میکنن، اما روس‌ها با کشتن و قتل و غارت سرزمین ها رو تصرف میکنن. خب اینجا یک گفتگوی دیگه‌ای به وجود میاد درباره سقوط امپراتوری عثمانی که خیلی عجیبه و خود ایشون هم تعجب میکنه و شما هم اگر این کتاب بخونید تعجب میکنید که ایلبگی میگه که به زودی ترکیه، یعنی همین امپراتوری عثمانی، ترک‌ها سرزمینشون تقسیم خواهد شد بین کشورهای اروپایی. خب این پیشبینی برای سالهای 1881 1882 نزدیک 30 سال قبل از جنگ جهانی و جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی از این بابت اهمیته که فاصله زمانی خیلی زیاد داره. از این بابت اهمیت داره که چگونه یه ایلبگی در سرزمین کوهستانی زاگرس چگونه فکر میکرده، چه نظراتی داشته. اگر با بقیه گفتگوها رو جمع بکنید از تاریخ‌ها و اسناد دیگه، نشون میده که سازمان رهبران ایل بختیاری، جامعه بختیاری، هفت‌رنگ، چهاررنگ و تیرهای مختلف نسبت به آگاهی سیاسی و آگاه شدن و برای برآوردهای آیندهشون خیلی خیلی تلاش داشتن. وقتی هم مکبین روز در 1906 و 7 و 8 میاد و میگه که نشریات در
زنان بختیاری وجود داشت و از یک تصویری از زنان بختیاری در سالهای 1907 و 8 میگه در امتداد همین بحثه، یعنی اینکه سازمان ایلی از نظر آگاهی سیاسی در بخش رهبران قدرت و استحکام داشت، بدون برآورد اقدام نمی کردن. سپاسگزارم آقای فروزنده، نکته به جایی بود، اشاره خوبی هم شد به کتاب خانم مکبنروز یا همون بیبی گل‌افروز بختیاری ها که خب این کتاب تحت عنوان با من به سرزمین بختیاری بیایید منتشر شده، واجد اطلاعات ارزشمندی هستش راجع به سبک زندگی بختیاری ها در حوالی همون سالهای فکر میکنم 1908 1909. یادی هم بکنیم از مرحوم مهراب امیری مترجم این کتاب و پژوهشگر و نویسنده حوزه تاریخ بختیاری. همینجا یادی هم بکنیم از مرحوم مسعود بختیاری روحش شاد، برخی قطعاتی که بین پارت‌های مختلف این اپیزود استفاده کردیم از آثار ایشون استخراج شده و باز فرصت رو غنیمت بشمرم و یادی هم بکنم از مرحوم فریدون شهبازیان آهنگساز فیلم فاخر شیرسنگی که باز قطعاتی از موزیک هایی که ایشون بازآفرینی کردند رو ما در این پادکست استفاده کردیم. باز هم ممنونم از شما از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. خدا نگهدارتون. من هم از زحمات شما و مرکز اسناد موزه شرکت سپاسگزارم. موفق باشید. خب دوستان، این فراز پایانی پنجمین بخش از مجموعه پادکست تاریخ تحولات نفت ایرانه. ما در این اپیزود به سوابق و زیرساخت‌های روابط میان بختیاری‌ها، انگلیسی‌ها و قاجار پرداختیم. در کنار اون قرارداد 1905 شلمزار رو هم واکاوی کردیم. جایگاه اون رو بر بستر آن روابط سه‌جانبه گفتیم و تأثیر احتمالی جنبش مشروطیت رو بر این روابط تا حدودی و در حد بضاعت خود بررسی کردیم. این همه گفتنی ها درباره موضوع بختیاری ها و نفت نیست. در قسمت بعد ما دوباره سر وقت ادامه عملیات اکتشاف نفت، این بار در نقطه پایانی یعنی نفتون خواهیم رفت و بعد از اون در قسمت هفتم باز بحث بختیاری ها رو پی خواهیم گرفت. به اختلافات اونها با سندیکا و البته به فتح تهران خواهیم پرداخت. از همراهی شما سپاسگزاریم. بزرگواران، پوستر این قسمت رو هم ببینید و ما رو از نظرات و انتقادات خودتون محروم نکنید. سربلند و پایدار باشید. یا علی.